این در قانون اساسی ایران هیچ اشاره‌ای نشده که حالا اون بازمانده شاه، اون بازماندگان مثل ناهمایون و شل و مل و پل و اینهایی که هنوز دهن باز میکنن، کهنه‌های خائن میخوان هنوز هم جای طرح نو رو بگیرن. خب اینها هیچ اشاره‌ای در قانون اساسی نشده که اینها آیا حق دارن باشن یا نه. در نتیجه قانون اساسی ملی ایرانی تاریخ و فرهنگ ایرانی در این روز. تاریخ و فرهنگ ایرانی آنچنان که ما اشاره کردیم پادشاهیه. پادشاه بایستی شایسته ترین و لایق ترین فرد این آب و خاک باشه. اگر یک شخصی بخواد پادشاه باشه و لایق باشه، شرایط مثل امروز در خونه یکایک اونایی رو که میخوان برای کشور کار بکنن، اولا باید افق دیدشون قدر قوی باشه که بدونه کی میخواد برای کشور کار بکنه. وقتی فهمید که در چه کسانی میخوان کار بکنن، خودش نه افراد که همه خائنن. بهرام گور چرا به هند وقتی رفت؟ آقایون خانم ها، این تاریخ نزدیک ماست. بهرام گور وقتی اومد بره سفیر به هند بفرسته، آقا اعتماد نکرد کسی رو بفرسته، خودش لباس سفیر رو خودش گذاشت، یه اسم دیگه رو خودش گذاشت، رفت پیش پادشاه هند گفت آقا من سفیر شاه بهرامم. خودش بود. پادشاه هندم، حالا من متاسفانه از بس قضایا پیچیده است و ما میخوایم دلیل بیاریم از تاریخ، از جغرافی، از چه میدونم فرهنگمون، این ناچار میشیم مطالب نوعی بگیم و این که بلکه بتونیم گمراهان رو به راه درست بیاریمشون که این کشور نجات پیدا کنه. بهرام گور چرا این کار کرد؟ رفت اونجا گفت آقا من سفیرم. اعتماد نمی‌کرد. ملتش رو، مردمش رو، سرانش رو شناخته بود. سپاه رو این برای مرز خوابون، خودش به عنوان سفیر ایران رفت گفت آقا من مثلا فلان کس فلانیم، سفیر شاه بهرامم. یارو هم میز گذاشت، صندلی گذاشت برای اینکه دل اینو خالی کنه، گفت آقا کشتیگیرای هندی رو بیارید کشتی بگیرن. رفتن 40 50 100 تا کشتیگیر رو آوردن و انداختن به چون هم، این کشتیگیر اونو بزن، اون کشتیگیر اونو بزن. شاه هند به بهرام گفت به شاه بهرام بگو که ما چه دلاورانی داریم. بهرام خودش بود داشت این حرف میزد. گفت من پیغام شما رو متاسفانه نمیرسونم. گفت آخه چرا؟ گفت من به یک شرط پیغام شما رو بهرام بهش گفت میرسونم که همه کشتیگیرای شما پشت من که سفیر شاه بهرامم، اگر یکیشون تونست پشت منو به خاک بیاره، من اون وقت پیغام شما رو به شاه بهرام میدم. پذیرفت شاه هند، دستور داد گردن کلفترین که کشتیگیرهای هند آوردن و بهرام پشت همه رو به خاک آورد. بهرام دلاوری بود. شاه هند از این خوشش اومد، گفت اینو ما بخریم. این همون تیکه بود که بهرام ازش میترسید که این بره سفیرش اونجا، اگر آدم شایسته باشه شاه هند میخرتش، میگه آقا تو شاه فلان استان باش. همون تیکه رو که بهرام ازش میترسید شاه هند به خودش پیشنهاد کرد، گفت من دخترم به تو میدم و تو شاه یکی از این ولایات شو. بهرام برای اینکه اتفاقی نیفته، خب بهرام آدمی بود زنها رو دوست داشت. خب به هر روی ما بهش درود میفرستیم، زنم حتما بهرامو دوست داشته. این چیز عیبی نیستش که بعضی از دشمنان ایران میگن مثلا بهرام زن زیاد تو زندگیش بود. بنزه محمد ابن عبدالله چه میدونم عبدالله که نبود که 2000 تا زن داشته که. حالا هر جا که کسی با افتخار میومد به طرفش، روی هم رفته دختر پادشاه هند رو گرفت، اما بعد از مدتی دید نمیتونه، سپاهیانش اون بره پیش گفت آقا من باید برم، میای با من یا نه؟ و سواره از آب گذشت و به شاه هند گفتن چه نشستی که اون بابا با دخترت داره میره به مرزهای ایران. سپاه رو کشید دنبالش و فلان اینها. همچه که داشت نزدیک میشد، موقعی بود که بهرام و سپاهیانش از دور دیدن، آمدن و به پای بهرام افتادن، رکابش رو بوسه زدن. شاه هند از دور دید، تازه شستش خبردار شد اون پهلوانی که پشت همه دلاورهاشو به خاک برده خود شاه ایرانه. چرا بهرام به نام واقعیش نرفت و خودش سفیر خودش شد؟ برای اینکه فردی رو نخرن، برای اینکه فردی اشتباه نکنه در مراحل حساس. این آدم اگه واقعا آدمی بود که ارزش و بهای مبارزه داشت، در خونه کسانی رو که میدونست به راستی برای ایران کار میکنن یکایک خودش میزد. خودش، نه اینکه وایسه یه سرهنگ پفیوز کهنه ستادم نبوده، سرطانی مریض ابله دیوانه
و که هرچی بهش حرف میزنیم فقط یه حرف رو از ترسش جرأت نمیکنه کلمه دوم رو بگه که ما صداش رو پخش کردیم. نه اینکه وایس مثلا همچه آدمی بیاد با اون یکی حرف بزنه. تو آقا شاه نیستی، تو یک انسان ایرانی هستی. اگر میخواستی، حالا اشتباهات ایشون 100,000 ما فرم داریم میدیم، میگیم اگر ایشون حداقل این بود. حالا جواب ندادنش به مردم و یک جوانی بود به نام حمزلو. این اون هنگامی که من رادیوهای سوئد مرتب گفتگو داشتم و همه رادیوهای سوئد با من روزانه یکی در میان گفتگو میکردن، این حمزلو بسیار به گفته های من گرویده شده بود و بنده رو در نامه ها پدر خودش میخوند و اینا. حالا یه دفعه فهمیدیم که دیگه اینم شده به هر روی. و خیلی هم این آقای رضا رو دوست داشت. در چند نامه و تلفن به من گفتش که آقا این همایونینا آدمای خوبی ان و فلان اینا، شما اذیتشون نکنید، نکوبیدشون. گفتم آقا ما اینا رو شناسایی کردیم، شما بچه‌ای تو این کار نگو. رفت و خودشو قاطی اون همایونا کرد. ما 2-3 سال بعدش دیدیم اومده در این روم‌های پلتاک فحش خواهر و مادر و پدر و آبجی بزرگه و آبجی کوچیکه رو به این همایون میده. بعد آمد به طرف من با من صحبت کرد. گفتم آقا من که 4 سال پیش به تو گفته بودم حتما دلیل بر این نیست که شما بری تو سری بخوری و این کلت بخوره بشکنه. از ما که تجربهش داشتیم همون موقع میپذیرفتیم. بعد این شخصی که عاشق این آقای رضا بود و با اون همایونینا فکر میکرد چون به رضا خدمت میکنن، اخیراً کارش این شده که روی یه وبسایت درست کرده. او هم مثل اون خانواده خوشنود روی که حالا خوشنودی ها یه روز آره بودن یه روز نه، یه وبسایت درست کرده مرتباً به این آقای رضا دشنام میده. چرا؟ برای این که این رضا شخصیت لایقی نیست. دونه دونه اینها رو بایستی این مهار میکرد، بایستی نمیگذاشت نیرو آشفته بشه. پدر مبارزه رو رضا در آورد، رضا خودش. بعد یک عده‌ای میان میگن که نمیدونم بر پدر این همایون دارش همایون لعنت، بر پدر نمیدونم اویسی لعنت. آقا اویسی مگر نه این که لله آقای ایشونه؟ اگر ایشون آدم حسابی بود اون اویسی رو با اردنگ میزد مینداختش دور، چون قضیه میهنیه. من چشمام اگر بخواد به میهنم و راهی که دارم میرم به آفریننده خیانت بکنه، این درش میارم میذارمش توی زباله دونی. همایون مگه غیر از اینی که از صدقه سر ایشون آدم شده؟ همایون بعد از اینکه انقلاب شد در ایران رفت، این آدمای قدیمی مردن، به زباله دانی افتادن، ایشون رفت این آدمای قدیمی رو از تو زباله دانی آورد بیرون. نیامد مردان واقعی مبارزه رو در خونه هاشونو بزنه، مردانه بیاد جلو و این کارا رو بکنه. نکرد. ایشون خودش نمیتونه یه دفتر کوچولو رو بچرخونه، یه کشوری رو، یه رهبری بزرگ رو برای نجات یک کشور 70 میلیونی چگونه میتونه بچرخونه؟ این واقعیت. ایشون پر نقاط ضعف و گرفتاری است. ما همیشه به اصطلاح اگر نمیخوام ایشون رو با یک مسئله هست، ما لورها داریم میگن از نالایقی سگمونه که شغالا میوه های باغمون رو میخورن. و در این مبارزه همون کسی که در خط اوله اگر نالایق نباشه که وضع به این آشفتگی نمیفته. ما 22 سال 21 سال با تمام وجود هی کوشیدیم، با نامه، با احترام، قربونت برم، نوکرتم، بیا ما چشم جلو پات زیر پات فرش میکنیم، تو بیا ما این کار رو میکنیم، تو بیا ما مردان واقعی رو میاریم، تو بیا من چه میدونم امضای 250,000 ترکمن رو برات دارم، نمیدونم امضای فلان رو دارم برات. همه اینا رو هم داشتیم و من یک شانس آوردم. من همه چیز رو از ترکیه برای دفتر این آقا میفرستادم، شانس آوردم امضای این آدما رو نفرستادم و الا شاید الان همه کشته شده بودن. هیچ تردیدی ندارم. واقعا مثل اینکه یک چیز همه لو میرفتن کشته میشدن. امضای سران اشایر کرد، اونهایی که ایرانی هستن، نه اونهایی که چپیمتی هستن و ان ایرانن. امضای سران لور، امضای سران اشایر آذری، امضای سران بلوچ، همه رو. و دلاوران آدم هایی که واقعا اون هنگام به ما پیغام دادن، ما هم